سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان سیگنالیوم. به کانالمون خوش اومدید. امروز میخوایم آموزش باز کردن معاملات فیوچرز و اسپات رو بهتون آموزش بدیم و همین ابتدای کار بگم که ویدیو قطعا طولانی میشه و امیدوارم که تا انتهای ویدیو کامل و با دقت مطالب رو ببینید و گوش بدید، چون خیلی مهمه و اگر که اونا رو بلد نباشید یا حالا نکته ای رو جا بذارید، مطمئناً نمیتونید به خوبی از سیگنال هایی که ما میدیم استفاده کنید و خدای نکرده دچار ضرر و زیان هم ممکنه بشید. پس بدون فوت وقت میریم سراغ کار. من یه سری توضیح ابتدایی بدم در مورد خود کانال. ببینید، ما سیگنال ها رو به این صورت توی کانال قرار میدیم. ابتدا با یک هشتگ عنوان سیگنال رو بهتون میگیم که مثلا اینجا رمز ارز پپه هست که بر مبنای USDT یا تتر هست، یعنی در واقع پپه به روی USDT. در مرحله بعدی میگیم که آقا این معامله بای هست یا سل هست. بای به اصطلاح میشه لانگ و سل میشه شورت. و وقتی که این عبارت به کار میبره قاعدتا میفهمیم که معامله فیوچرز هست و باید در قسمت فیوچرز صرافیمون رو باز کنیم که جلوتر بهش اشاره میکنیم. بعد میگم که آقا باید با 0.5% ریسک شما این معامله رو باز کنید که این رو هم در بخش ویدیوی مدیریت سرمایه کامل بهتون توضیح میدم، اصلا نگرانش نباشید. یعنی 0.5% کل سرمایه‌مون رو در این پوزیشن قرار بدیم. به این سیگنال ها میگیم پوزیشن. اینتری یا نقطه ورود ما چی باشه؟ مثلا من میگم مارکت. ساعت 7:38 بعد از ظهر من این سیگنال رو فرستادم و گفتم در قیمت مارکت باید شما این معامله رو باز کنید که باز جلوتر روی چارت و در صرافی بهتون نشون میدم. نقطه استاپ اون رو میگیم و تارگت های اون رو میگیم. ممکنه در بعضی از سیگنال ها به این صورت بنویسیم سون، یعنی که شما فعلا چون بازار به صورت نوسانی است و معاملات فیوچرز خیلی لحظه‌ای هست، ما سیگنال رو که دادیم بعدن و متعاقباً استاپ و تارگت اون رو خدمتتون میگیم. به این صورت اعلام میشه که مثلا تارگت ها و استاپ سیگنال بروز شد. مثلا اینجا ببینید که ما ادیت کردیم و این استاپ و تارگت های اون رو گذاشتیم مثلا برای این رمز ارز. کلیت سیگنال ها به این صورته. شما چیزایی که باید بدونید، یک همین اسم سیگنال هست، معامله یا اون پوزیشن از نوع بای هست یا سل، فیوچرز، چند درصد از کل سرمایه هم وارد کنم، کجا وارد بشم، نقطه خروجم کجا باشه و تارگتم کجا باشه. ما کامل اینا رو به شما میگیم و خب یه جورای لقمه آماده خیلی خوبیه و امیدوارم که ازشون استفاده کنید. همین الان که من سیگنال دادم میبینید که پپه تارگت دومش هم خورده. خب بدون فوت وقت بریم سراغ صرافی. ما به طور کلی به 2 صرافی نیاز داریم. یه صرافی ایرانی که توی اون به قولی تتر بخریم و یه صرافی خارجی که توی اون معامله انجام بدیم، معاملات فیوچرز انجام بدیم. چرا صرافی ایرانی خوب نیست؟ ببینید، معاملات تعهدی یا همون معاملات، حالا اینجا بهش میگه تعهدی تو صرافی های ایرانی، فرق نمیکنه حالا والکس باشه، آوانتتر باشه یا هر چیز دیگه ای که باشه، معمولا تعداد رمز ارزهای کمتری رو نسبت به صرافی های خارجی دارن و ممکنه شما اصلا رمز ارزهایی که ما میگیم، حالا پپ معروفه، ولی یه سری ها رو ممکنه اصلا توی صرافی ایرانی شما مشاهده نکنید. پس پیشنهادمون اینه که مستقیما شما وارد صرافی های معتبر خارجی مثل کوینکس بشید که خب صرافی اوکیه، با ایرانی ها مشکلی نداره و شما راحت میتونید توش احراز هویت کنید. صرافی XT هم خوبه. من خیلی اینجا هدفم معرفی صرافی نیست، این خودتون میتونید برید مقاله های زیادی توی اینترنت هست و بخونید و تصمیم بگیرید که توی چه صرافی شرکت کنید. من نمیخوام که لینک زیر مجموعه‌ای به شما بدم، نه چیزی، صرفا در حد معرفیه، چون با این کار کردیم و حالا جوابشو پس داده. صرافی ایرانی هم که خب معروفن دیگه، باز اینم صرفا جهت معرفیه و قرار نیست که ما اجباری بر این کنیم که شما حالا در ولکس ثبت نام کنی یا آبان تتر ثبت نام کنی یا
تبدیل یا حالا چیزهای دیگه‌ای که هست. خب شما برای اینکه تتر بخری خب قاعدتا باید واریز تومانی داشته باشی به کیف پول که حالا به روش‌های مختلفی که الان متاسفانه درگاه اینترنتی رو بستن دیگه، اینا رو خودتون باید برید انجام بدید، با پشتیبانی‌هاشون تماس بگیرید و آموزش شارژ کیف پولتون رو داشته باشید. وقتی که کیف پولتون رو شارژ کردید به این صورت، مثلا حالا من این اکانت تست من هست، به عنوان مثال من 1,500,000 تومان مثلا الان کیف پولم رو شارژ کردم. اولین کار اینه که بعد بیام این رو تبدیلش کنم به تتر، چون من نمیتونم تومن انتقال بدم به کوین اکس، که باید دلار انتقال بدم به کوین اکس. میام از تو قسمت معامله، قسمت خرید و فروش آنی، حالا توی صرافی‌های ایرانی دیگه به اسما و شمایل دیگه هست، ولی حالا اینجا این به این صورت خیلی راحت من تو قسمت معامله آنی خرید پرداخت میکنم چی؟ تومن. همه موجودیم رو دریافت میکنم USDT اینقدر. الان هم قیمت USDT مثلا 82 دلار. خب خرید تتر رو میزنم، پرداخت از طریق کیف پول و خرید تتر انجام شد. میبینید که توی دارایی‌های من الان تتر موجوده. حالا باید این تتر رو انتقال بدم به کیف پول کوینکس هم دیگه. برای این کار خب نیاز دارم به VPN، چون صرافی کوینکس فیلتر هست و حتما باید از فیلتر شکن استفاده کنیم. وارد صرافی که شدید این شکل اصلیه. بذار من حالت شبش رو روشن کنم که بهتر باشه. این صفحه ورود مثلا کوینکس، حالا هر صرافی که دیگه که شما دارید هست. در قسمت اسید یا کیف پول من یه گزینه دیپوزیت دارم، یه گزینه ویدراو. در همه صرافی این دو گزینه همیشه هست، یعنی چیز عجیبی نیست. من میخوام حسابمو شارژ کنم، پس باید دیپوزیت کنم. دیپوزیت رو میزنم، خود به خود میرم تو کیف پول اسپات. من گفتم میخوام معاملات فیوچرز انجام بدم، ولی شما باید ابتدا کیف پول اسپاتتون رو شارژ کنید. من یه توضیح خیلی کوتاه بدم. ببینید شما توی هر صرافی کیف پول‌های مختلفی دارید. یه کیف پول اسپات هست که کیف پول اصلی شما حساب میشه و کیف پول‌های مختلف مثل مارجین، فیوچر و بقیه موارد. شما باید ابتدا کیف پول اسپاتتون رو شارژ کنید، بعد اون رو تبدیلش کنید مثلا به فیوچر. الان با هم دیگه دقیقاً این کار رو انجام میدیم. خب من میخوام دیپوزیت کنم. چی رو دیپوزیت کنم؟ USDT رو. توی چه شبکه‌ای؟ بایننس. چرا بایننس؟ چون فیش کمتره توی بقیه موارد. ببینید الان مثلا من اگه بیام اینجا برداشت کوین رو بزنم، توی انتخاب کوین تتر رو انتخاب کنم، شبکه رو وقتی که میخواید انتخاب کنید میگه که چقدر فی از شما میگیره. مثلا شبکه TRC20 الان ولک 3.5 تتر داره کارمزد میگیره، خب مبلغ بالاییه. یا شبکه ERC20 5 تتر داره میگیره، ولی شبکه BSC یا بایننس 8 دهم تتر داره میگیره، خب کمترینشونه. پس من میام اینجا شبکه BSC یا BEP 20 رو انتخاب میکنم و دیپوزیت تو این آدرس کیف پول من هست که حالا من این رو هم شطرنجی میکنم برای شما. این رو کپی میکنم و میبرم کجا؟ میبرم اینجا و در آدرس مقصد پیست میکنم. میگه مقدار برداشت، میگه حداقل 5 تتر باید انتقال بدی. من میگم همش رو انتقال بده. دقت کنید که باید اینجا دیگه فیلتر شکن خودمون رو خاموش کنیم. VPN رو خاموش میکنم. توجه داشته باشید که روی گوشی هم به همین صورت هست، یعنی خیلی فرقی نمیکنه. به همین صورت شما میتونید روی گوشی هم انجام بدید. من درخواست برداشت رو میزنم، میگه که آدرس مقصدت اینه، شبکت اینه، مقدارش انقدر، فیش انقدر، خالص دریافتیت هم انقدر. دقت داشته باشید که وقتی میخواید انتقال بدید برای کسی، مثلا به شما میگه $30 برای من انتقال بده یا 30 تتر انتقال بده، شما باید خودتون فی رو کم کنید ازش. یعنی مثلا شما میخواید 30 تتر برای کسی انتقال بدید، باید 30 ممیز در واقع 8 تتر انتقال بدید که خالص دریافتی برای طرف مقابل بشه 30. تایید رو میزنید. خب میگه ما یک کد 6 رقمی به جیمیل شما فرستادیم. میگیم بسیار خوب، مشکلی نداره. ما این رو میریم به جیمیلمون و اون کد 6 رقمی رو اینجا وارد میکنیم. بعدش میگه یه کد 6 رقمی هم برای شما SMS شده که اونم میگه مشکلی نداره، 26370 و تمام. درخواست برداشت ثبت شد.
و الان میره توی پروسه برداشت. همونجور که میبینید در انتظار انجام عملیات هست. تا این کار انجام بشه ما بریم داخل کوینکس و شروع کنیم به آموزش دادن معاملات. VPN رو دوباره روشن میکنیم. ببین الان اویلیبل من 81 سنت در واقع. خب دیگه صبر میکنیم تا اون 17 و خورده ای دلار وارد کیف پول اسپات ما بشه که بعد اونو انتقال بدیم به فیوچرز و معامله فیوچرز انجام. خب ببینید شما وقتی وارد صرافیتون شدید، به عنوان مثال صرافی کوینکس، باید به قسمت فیوچرز برید و فیوچرز تریدینگ، یعنی شما میخواید معامله فیوچرز انجام بدید. ببین صفحه معاملات فیوچرز به این صورت به طور کلی که معمولا یه سمت اونها رو نمیگم سمت چپ، شاید یه صرافی دیگه این ورش باشه، یه سمت اون میگه که آقا اون رمز ارزتون معرفی کن. من میگم الان مثلا اینجا من گفتم چی؟ مثلا من گفتم همین APE. میام اینجا سرچ میکنم APE، میبینید خودش اومد APE USDT، انتخابش میکنم. خب قیمتشو بهم میگه، قیمت فعلیشو بهم میگه، یا به اصطلاح قیمت مارکتشو به من میگه، تغییرات 24 ساعته و موارد دیگه که من نمیخوام فعلا اینجا آموزش خود صرافی رو بدم چون خیلی موارد زیادیه. فعلا فقط میخوام بهتون بگم که چجوری معامله. بله ببینید که دیپوزیتمونم با موفقیت انجام شد و 17 و 29 سنت به حساب ما الان توی صرافی کوینکس وارد شد. من برم اینجا اینو الان بهتون بگم که چیکار باید بکنیم. ببینید شما الان توی کیف پول اسپاتتون که برید میبینید که بله شما 18 و 10 سنت USDT دارید، ولی توی کیف پول چیه؟ کیف پول فیوچرزشو، توی کیف پول اسپات شماست. یعنی من اگه برم توی فیوچرز، توی قسمت فیوچرز تریدینگ و اینجا بخوام یه معامله یا باز کنم، میبینید که اویلیبل منو میزنه چقدر؟ میزنه $0، در صورتی که من 18 دلار دارم. پس چیکار باید بکنم که این الان من اینو بخرم؟ میخوام اینو بخرم دیگه. میام توی قسمت اسست یا کیف پول، تو قسمت اسپات، میگم که آقا من میخوام این 18 تا رو انتقال بدم به کیف پول فیوچرزم. برای این کار خیلی راحت میام گزینه ترانسفر رو میزنم، میگم که فرام اسپات تو فیوچرز، یعنی از اسپاتم، کیف پول اسپاتم به کیف پول فیوچرزم. کوین چی؟ کوین USDT. چقدر؟ همش. کانفرم. در کسری از ثانیه به سرعت این انتقال پیدا میکنه و همینجور که میبینید توی کیف پول اسپات هم الان تقریبا شد 0 و اگه بیام توی کیف پول فیوچرز هم میبینید که بله بدون هیچ کارمزدی و هیچ چیزی کم بشه دقیقا همون 18 و 10 سنت من اومد اینجا. و الان اگه برم توی قسمت فیوچرز تریدینگ میبینید که اینجا 18 و 10 صدامه. خب بریم سراغ خرید. ما سیگنال دادیم که آقا مثلا APE باشه، شورت باشه، یعنی سل باشه در واقع، فیوچرز اینتریش مارکته. یعنی چی؟ یعنی که آقا همین APE که هست من میخوام شورتش رو بگیرم. ببینید قسمت سمت چپ بای، قسمت سمت راست شورته. خب اینجا خودش مشخص میکنه که سل یا شورت، بای یا لاین. ما اینجا گفتیم چی؟ ما اینجا گفتیم که سل، پس ما باید اینو بفروشیم. خب میگه توی چه قیمتی؟ اینتری چیه؟ مارکت، یعنی همین قیمت مارکت. پس من میام اینجا میزنم روی مارکت. اینجا پرایس من میشه بست مارکت پرایس، یعنی همون قیمتی که توی مارکت هست و برای من بذار. اینجوری خیلی سریعتر معامله انجام میشه، به خاطر اینکه ما میخوایم سریع این معامله رو باز کنیم میزنیم مارکت. ولی بعضی از پوزیشن ها هست که من میگم نه آقا مثلا اگه رسید به قیمت فلان تو اینو بخر یا بفروش، ولی اینجا میگیم نه مارکت سریع بزن بر. خب میگیم چقدر؟ 0.5% ریسک. حالا مثلا ما assetمون اینجا 18 دلاره، ما میتونیم اینجا بگیم که مثلا با چه لورجی میخوایم این کار رو انجام بدیم. توی قسمت فیوچرز ما لورج داریم برخلاف معاملات اسپات. معاملات اسپات چیه؟ معاملات اسپات اینه که شما مثلا یه ماشینی رو خریدی به قیمت 100 میلیون، میذاریش یه گوشه،
دیگه شما این ماشین رو داری. حالا ماشین ممکنه قیمتش بشه 110 میلیون، ممکنه بشه 90 میلیون. شما دیگه این ماشین رو داری، از دستش نمیدی، فقط ارزشش کم میشه. درسته؟ ولی معاملات فیوچرز اینجوری نیست. میگی آقا من به عنوان مثال میخوام آقا 10% سرمایه‌ام رو، 25% سرمایه‌ام رو وارد این معامله کنم. یعنی چقدر؟ مثلا $4.5 رو. خب شما این $4.5 رو اگر که وارد کردی و پوزیشنت به قولی کال شد یا ضرر کردی، 100% ضرر کردی، این دیگه $4.5 رو از دست میدی. و باید دقت کنید که معاملات فیوچرز به این صورته. اینجوری نیست که شما تمام سرمایه‌تون رو بیارید وارد یه معامله کنید، نه، بخشی از اون رو میارید وارد میکنید، حالا بر اساس اون ریسکی که شما انجام بدید که توی بخش مدیریت سرمایه کامل من اون رو توضیح میدم. ولی شما باید اینو فعلا در نظر داشته باشید که مثلا الان من میخوام 25% سرمایه‌ام رو وارد کنم. این نیم درصدی که من میگم یعنی 0.5% ضرر از کل سرمایه‌ام. یعنی من اگه این معامله بسته بشه، خب 0.5% کل سرمایه‌ام رو ضرر میکنم، که حالا توی اکسل داریم اونجا قشنگ میگه که چیکار باید بکنید. ولی یه چیز کلا دست خودتونه، میتونید بیشترش کنید، میتونید کمترش کنید، دیگه بس استراتژی که خودتون دارید. استاپ و تارگتش رو مثلا اینجا نداریم. وقتی نداریم مشکلی نداره، شما معامله رو همینجوری باز میکنید. خب بریم الان قسمت مارجین رو بگم، یا اصل مطلب فیوچرز. این ضرایب چی هن؟ ببینید شما تو قسمت فیوچرز میتونید مارجین بدید به معاملتون، یه جورایی ضریب بدید بهش. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم آقا من میخوام ضریب 10 باشه. حالا دو حالت داره، ایزوله داره، کراس داره. ایزوله میگه آقا اگر که تو معاملت با 10x به اون نقطه‌ای که میخوای رسید، دیگه معامله بسته میشه. خب یعنی یه جورایی ایزولش میکنه اونو و تمام میشه. ولی تو حالت کراس میگه نه آقا، اگه مثلا از اون حدی که تو بالانسته، موجودیته، از اون هم بیشتر مثلا سود کردی، معامله رو بذاره باز و نبنده معامله رو. و به همون میزان برای ضرر هم همینجوری. یعنی شما اگر که مثلا ضریب 10 گذاشتی و اون $4.5 رو از دست دادی، معامله همچنان بازه و ممکنه بره و $18 شما هم صفر بشه. پس حالت کراس حالت خطرناکیه برای کسایی که تازه میخوان شروع کنن. ما همون حالت ایزوله رو میذاریم. یعنی مثلا ما با همون $4.5 که وارد این پوزیشن میکنیم با ضریب 10، خب اگر که به اون تارگتمون رسید معامله رو ببنده و برای ضررش هم همینجور. یعنی اگه $4.5 ضرر کردیم، یعنی 100% معامله رو ضرر کردیم، دیگه معامله رو ببند، نذار باز بمونه و بیشتر ضرر کنیم. پس ما روی حالت ایزوله میذاریم. ضریب هم دست خودتونه. ضریب چیه؟ من مثلا میگم 10x، صرافی میاد به 10 برابر موجودی که من وارد میکنم به هم مقدار میده. مثلا من میگم آقا $4.5 من میخوام وارد کنم، صرافی میگه اب ندارم من میکنمش $45. ولی به چه صورت میشه؟ یعنی انگار شما دارید با $45 معامله رو باز میکنید. به این صورت که مثلا اگر که شما همین سهم APE رو باز کنید و 10% مثلا سود کنید، چون اینو 10 برابرش کردید انگار که 100% سود کردید. و همین میزان برای ضرر هم هست. یعنی اگر که این سهم 10% بره توی ضرر، انگار که شما 100% ضرر کردید و معاملتون در آن واحد بسته میشه. خب من میگم باش، چون الان TP و SL یا همون تیک پرافیت و استابلس نداریم، اینجا نگفتیم، این قسمت رو کاری نداریم و همینجوری میذاریم خالی بمونه. من میگم آقا 25% سرمایه‌ام رو بذار رو این پوزیشن و پوزیشن رو باز کن. الان من پوزیشن رو باز کردم و همینجور که اینجا میبینید الان APE USDT با لورج 10x ایزوله، ساید شورت با مقدار $45، در واقع $45 بعد 10x، من $4.5 گذاشتم دیگه، ولی با $45 وارد شده. ببینید لیکوید ریسک من الان 20%، درصدی که من اونجا گفته بودم مثلا شما با 0.5% برید. حالا اون باید توی بحث
به قولی مدیریت سرمایه بشه اشاره کنم. خب اینو میذاریم باز فعلا ببینیم چی میشه. اینا فعلا همینجوریه. بریم سهم رمز ارز بعدی که به قولی استاپ و تارگت هم داشته باشه، مثلا پپه. ما میخوایم رمز ارز پپه رو اینجا خریداری کنیم. خب میایم اینجا سرچ میکنیم پپه USDT. دقت کنید بعضی از رمز ارزها مثلا توی سایت های مختلف اسماشون همینه ولی مثلا 1000 میزنه جلوش که چی، مثلا این 4 تا صفر اولش رو بندازه یا 5 تا صفر اولش رو بندازه. به این نکته دقت داشته باشید. حالا چیز مهمی نیست، شما عددا مشخص. خب پپه گفته بایه، پس ما باید با این سمت کار داریم. گفته که اینتریش مارکته، پس ما اینا هم میذاریم دوباره رو مارکت. گفته که نقطه استاپش اینه 726. ببینید شما باید یه نکته دقت کنید. ممکنه شما موقعی که این سیگنال رو میبینید اصلا از این تارگت ها رد کرده باشه. یعنی الان قیمتش 75 مثلا 900 الان شد 75 923. خب ببینید 75 الان اینجاست در واقع، انگار که تیپی ما رو خب همونجوری که گفتم تیپی دور ما رو زده. ببینید تیپی دو ما رو زده، یعنی ما انگار داریم اینجا وارد معامله میشیم. پس شما دقت داشته باشید که از این سیگنال 2 تیپی رد شده، پس شما قیمت مارکتتون انگار که تیپی 2 در واقع. خب مشکلی نداره، میگم عیبی نداره، شاید هنوز بره بالاتر. ولی میزان چقدر؟ میزان همون 25% سرمایه هم مثلا. ولی این بار TPUSL من دارم دیگه، تیک پرافیت دارم. تیک پرافیتو خب چون الان تیپی 2 خورده میام میذارم این تیپی، یعنی 768. من همینو کپی میکنم و میام اینجا چند بود 75 768. میگه که اگه به این عدد رسید تو $0.2 20 سنت سود میکنی. خب چرا؟ چون من دیر وارد معامله شدم دیگه. اگه اول وارد میشدم قطعا خیلی بیشتر سود میکردم. پس میام تیپی بیشتر میزنم 783. شما اصلا میتونید تیپی رو هم نذارید، یعنی هر موقع دوست داشتید معامله رو ببندید، میشه $0.5 مثلا. خب شما میتونید تیپی رو نذارید و هر موقع که دلتون خواست ببندید، ولی حالا من میذارم. ولی استاپلس رو حتما بذارید، اس ال رو بذارید. چرا؟ چون ممکنه ضرر کنید، بیشتر ضرر کنید. مثلا من الان اگه استاپلس رو بذارم 726 میگه بهم که دقیقاً چقدر ضرر میکنم. آقا من اگه به این عدد رسیده 770 سنت ضرر میکنم، ولی اگه اینو نذارم چی میشه؟ اگه اینو نذارم همینجوری میاد پایین تا این مثلا 3.39 سنت منو میزنه و کلا پوزیشن بسته میشه و من 100% ضرر میکنم تو حالت ایزوله. تازه اگه کراس باشه که بیشتر. پس این استابلس رو بذارید، مگه این که مثلا دیگه خیلی مطمئنید که آقا این رمز ارزه میاد پایین دوباره میره بالا. البته این که خب دیگه بستگی به تحلیل داره. وقتی ما میگیم بذارید پس بذارید. وقتی که اینا رو ست کردید بای رو میزنید و بازم پوزیشن فعال میشه. میبینید که الان پوزیشن برای دوتا فعال شده، هم پپه هم APE که یکیش لانگ یکیش شورته. میبینید که این SL و TP داره ولی این نداره. خب بعضی موقع میشه که آقا میگیم که مثلا تارگت ها و استاپ سیگنال بروز شد. خب برید تارگتش رو بذارید. مثلا من میام اینجا میتونم قشنگ برای این APE که SL و TP نذاشتم بیام اینجا TP بذارم یا SL بذارم. مثلا SL شو میذارم مثلا 30 چون سیگنال شورته باید بالاتری باشه، مثلا 50 نیم و TP شو مثلا میذارم 3. خب مثلا که خیلی و کانفرم رو میزنم و میبینید که SL و TP من ست شد. الان مثلا این APA رفت تو سود. حالا مثلا میخواید اینو ببندید، مثلا من میگم اینو میخوام با 3 سنت مثلا ببندم یا 5 سنت. خب اینجا خیلی راحت گزینه کلوز هست، میگه با چه قیمتی؟ با قیمت مارکت همشو 100% موجودیشو برای من بفروش. من الان اینو فروختم، یعنی اگه من الان برم تو اوردر هیستوری میبینم که بله مثلا این پوزیشن هیستوری ببخشید الان این رو من APE رو با این میزان مثلا به قولی معامله بستم و 4 سنت مثلا سود کردم. این هم همینجور مثلا میگم آقا من اینو میخوام الان ببندمش.
حالا یا خود اگه نبندیدش که خودش بسته میشه، خودش به این اعداد که برسه بسته میشه. شما میتونید این اعداد هم ویرایش کنید، یعنی باز تو قسمت TPSL شما برید این TP ها اینا رو ویرایششون کنید یا کلا برشون دارید. ولی من میگم نه آقا میخوام همین الان ببندمش با قیمت مارکت میبندم. لیمیت چیه؟ لیمیت میگه آقا اگه رسید همون SL خودمونه، استاپلس خودمونه، استاپ خودمونه، یعنی اگه رسید به اون عدده ببندش. ولی من میگم نه همین الان میخوام ببندمش. خب همین الان اونو با قیمت مارکت به قولی میبندمش، کلوزو میزنم 100% موجودی و اون رو میبندم. الان میبینید که دیگه پوزیشن بازی من اینجا اگه رفرش کنم دیگه ندارم و موجودی منم مثلا همون 18 و حالا شد 6 سنت. حالا میخوام این پول رو من برداشت کنم دیگه. فرض کنید الان یه ماه گذشته شما سود کردید یا حالا ضرر کردید، حالا انشالله که سود، و میخواید این پولتون رو بردارید دیگه، درسته؟ بعد بیاید تو قسمت باز دوباره asset، ببینید تو قسمت اسپات رو شما میتونید ویدراو کنید. تو قسمت فیوچرز گزینه برداشتی شما نمیبینید، دقت داشته باشید. یعنی شما باید این پوله رو دوباره انتقال بدید به کیف پول چی؟ اسپات. خب من وقتی که روی اسست زدم میام تو قسمت همون اسپات اسست رو میزنم. چرا؟ چون میخوام ترانسفر کنم دیگه، دوباره میخوام بیام ترانسفر کنم این بار از فیوچرز به اسپات. چی؟ USDT. چقدر؟ همش. کانفرم رو میزنم و به سرعت میبینید که اون پولا میاد تو کیف پول به قولی اسپات من. حالا میخوام بفرستمش تو صرافی ایرانیم که نقدش کنم دیگه. پس میام اینجا باز تو سایت مثلا حالا صرافی که خودم دارم ولکس و قسمت واریز رو میزنم. واریز چی؟ واریز کوین. خب واریز کوین میگه چه کوینی؟ میگم تتر. چه شبکه‌ای؟ میگم BSC یا اون بایننس. خب یه آدرس به من میده، آدرس کیف پول من توی صرافی ولکس. اینو کپی میکنم خیلی ساده، میام تو قسمت کوینکس و این بار گزینه ویدراول رو میزنم. میگه که چه کوینی رو میخوای انتقال بدی، برداشت کنی؟ میگم میخوام تترم رو انتقال بدم، برداشت کنم. میگه که توی چه شبکه؟ میگم توی شبکه BSC یا بایننس. میگه آدرس اون کیف پولتو بده. میگم اینم آدرسش. میگه حالا چقدرش رو میخوای انتقال بدی؟ میگم همش رو میخوام انتقال بدم و گزینه برداشت و میگه که اون کد تایید 2 مرحله‌ای که من برای اکانتم گذاشتم رو بزن، که شما حتما آموزش خود کار با صرافی رو هم برید ببینید. حالا اگر که فرصت شد من حتما خودم اون رو هم میذارم. خب انجام شد. میگه که الان یک ایمیل برای شما ارسال شد که شما باید برید اون رو اپرووش کنید که ما این تراکنش رو انجام بدیم برای شما. من میگم بسیار عالی. الان میریم توی جیمیلمون و کوینکس یه دونه وریفیکیشن داده که ما این باید کانفرمش کنیم. کانفرم میکنیم و میگه که انجام شد. ما اینو اپرووش میکنیم، قبول میکنیم و کانفرم ساکسفول. یعنی الان من برم اینجا رفرش رو انجام بدم، این وضعیتش تغییر کرد و الان توی وضعیت آدنتینگه که الان منتظریم که شبکه انجام بشه و به صورت سیستمی کارش صورت بگیره و انتقال پیدا بکنه به کیف پول ولکس ما، که بعد ما اینجا بهتون نشون بدیم که اینو هم میفروشیم و تبدیلش میکنیم به تومن که در واقع بزنیم به کیف پول کارت بانکیمون رو به قولی نقدش کنیم. پس حتما کانال رو چک کنید، سیگنال ها رو چک کنید، برید تست کنید، آموزش ها رو ببینید. حتما این آموزش ها اگر با یک بار متوجه نشدید 2 بار ببینید. خودتون برید توی اینترنت سرچ کنید، کار با صرافی ها رو یاد بگیرید. اصلا یاد بگیرید، شاید صرافی بهتری شما پیدا کردید. میگم من تبلیغ نمیخوام بکنم، صرفا معرفیه و اینا رو باید خودتونم دنبال بکنید که به قولی نتیجه مطلوب تری رو بگیرید. ویدیوهای بیشتری حتما براتون میذاریم، ویدیوی
مدیریت سرمایه رو میذاریم، اگر شد ویدیو خود کار با محیط صرافی رو میذاریم و اینا رو حتما براتون قرار میدیم شما هم از ما حمایت کنید و کانال رو به دوستانتون معرفی کنید تا ما بتونیم بیشتر و بهتر در خدمت شما باشیم. خب همونجور که میبینید ویدراب ما تکمیل شد و کانفرم شد و با موفقیت به کیف پول کوین ولکس ما انتقال پیدا کرد و خب تترامون به کیف پول ولکسمون منتقل شد و همونجور که دیگه مستحضر هستید میتونید از توی قسمت معامله خرید و فروش آنی این بار فروش رو بزنیم و اون میزان تتری که داشتیم رو بفروشیم و خیلی راحت به کیف پول تومانیمون اضافهش کنیم و اون رو برداشتش رو هم انجام بدیم که شما میتونید خیلی راحت درخواست برداشت رو بزنید و اون میزان پول به حساب بانکی شما واریز بشه. ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید و امیدوارم که ویدیو رو اگر که جاهایشو متوجه نشدید دوباره مشاهده کنید تا کامل مطالب براتون جا بیفته. ممنون از نگاهتون، شبتون بخیر و خدا نگهدار.